جدیدترین و پرسر و صداترین دستگاه اپل ویژن پرو هستش که امروز میخوام در مورد افق جدیدی که این دستگاه برای روانشناسی آورده صحبت بکنم. اول فیشیال ایموشن ریکگنیشن، ترجمه دقیقی نیست ولی میشه گفت تشخیص احساسات از روی چهره. این کاری که ما هر روز داریم انجام میدیم. وقتی که از خونه بیرون میرم یا کسی رو با خودم بیرون میبرم همیشه توی چهرهش نگاه میکنم. این از بودن با من راضیه؟ ما هر روز در تعاملات روزمرهمون داریم تشخیص احساسات از روی چهره رو انجام میدیم. حالا این تکنولوژی که اپل داره ازش استفاده میکنه که میتونه به ما روانشناسا کمک بکنه. البته تا همین امروز روانشناسا به طور عمده برای ارزیابی احساسات از دستگاه EEG استفاده میکنن یا الکترو انسفالوگرافی. همونطور که دارید میبینید این دستگاه محدودیتایی هم داره برای خودش. یکی از بزرگترین محدودیتاش اینه که شخص آزمایش شونده باید وایسه یه جا و نمیتونیم تو روند طبیعی زندگیش از این دستگاه بچسبونیم به سرش اوکی حالا احساس کن تا ما اندازه‌گیریش کنیم. به خاطر همینه که برای جبران این محدودیت بعضی از روانشناسا رو آوردن به فیشیال ایموشن ریکگنیشن یا همون تشخیص احساسات از روی چهره. و جالب اینجاست که اپل ویژن پرو با داشتن 12 دوربین و 5 سنسور به خوبی میتونه چهره دیگران و چهره مالک خودش رو، صاحب خودش رو، یوزر خودش رو آنالیز بکنه و احساساتی که پشت این چهره هستن رو تشخیص بده. حالا ممکنه شما بگید اوکی این چه ربطی به روانشناسی داره؟ ولی فکر می‌کنم تا حالا یه قسمتش حد زده باشید. فکرشو بکنید من به عنوان یک روانشناس بتونم از این دستگاه برای تشخیص احساسات مراجعم استفاده بکنم. این دستگاه به شدت دقیقه، حتی داره از تکنولوژی آی ترکینگ استفاده میکنه، یعنی حرکت مردمک چشم برای تشخیص احساسات. و حتی با تجربه ترین روانشناسا هم ممکنه در آینده مایل باشن از این دستگاه برای تشخیص احساسات مراجعشون استفاده بکنن. چون حتی باهوش‌ترین و با تجربه ترین روانشناسا هم نمیتونن با دقت این دستگاه حداقل در آینده احتمالاً احساسات مراجعینشون رو ارزیابی بکنن و این خدمتی که این دستگاه میتونه به روانشناسا بکنه. این یک بود. دو، enhanced realism for experimental and therapeutic applications. بذارید بریم تو مسئله که براتون توضیح بدم. این دستگاه به شدت تصاویر واقع گرایانه برای مردم و برای حالا یوزراش داره ایجاد میکنه. تصاویر به شدت واقعی هست و تقریبا مرز بین واقعیت و مجازی باز هم داره کم رنگ تر میشه. شما دیگه فرق واقعی بودن یا مجازی بودن رو با زدن این عینک تقریبا تشخیص نمیدید و این چیزی که این دستگاه داره برمغان میاره. حالا چه کمکی میتونه به روانشناسی بکنه؟ اولین کمک در بخش تحقیقات روانشناسی است. جایی که ما میایم اشخاصی رو که میخوایم درمانشون تحقیق انجام بدیم واقعا مواجه میکنیم با شرایط. تجربه اونها رو توی اون شرایط با وجود این عینک ثبت میکنیم و قطعا از این طریق میتونیم به دید بازتری از روان انسان برسیم. دیگه من هر کیسی رو که خواستم روش تحقیق انجام بدم و برای شناخت ذهن هر کسی رو که خواستم روش تحقیق انجام بدم مستقیم میندازم توی موقعیت و تجربه هایی که داره تو موقعیت میکنه رو ثبت میکنم و ببینید چه کمکی میتونه بکنه به شناخت ذهن انسان و چقدر داده های معتبرتری رو میتونه به ارمغان بیاره تا مثلا پرسشنامه پر کردن. البته این اولیش بود. دومیش خیلی جالب تره. دومین کمکی که میتونه بکنه به روانشناسی اصلا به خاطر همین بود که من این ویدیو رو شروع کردم به ساختن. کمکیه که این دستگاه میتونه به روند درمان بکنه. مثلا فوبیاهای خاص. مثال دقیق‌تر بخوام بزنم. فکر بکنید من از سگ میترسم. به شدت فوبیا دارم نسبت بهش. یکی از روش‌های درمان من مواجهه است. حالا مواجهه تدریجی. آروم آروم من رو به سگ نزدیک میکنن یا سگ رو به من نزدیک میکنن که در آخر بدون اضطراب بتونم سگ رو بغل بکنم. خب این فرآیند به شدت استرس‌زا و به شدت سخته، چه برای روان درمانگر چه برای مراجعه کننده. اما تصور بکنید با زدن یه دونه از این عینک‌ها من تو موقعیت استرس‌زا یا موقعیتی که نسبت بهش فوبیا دارم قرار بگیرم، مثلا سگ به من نزدیک میشه. از طرف من میبینم این سگ غیر واقعیه و شاید آنچنان ریاکشن نشون دادم، اما در روند درمان من و در مواجه شدن به صورت واقعی با اون سگ چقدر میتونه به من کمک بکنه و چقدر میتونه کار من به عنوان مراجعه شونده و کار درمانگر من رو راحت‌تر بکنه و درمان رو مؤثرتر بکنه. و به نظر من این کمک خیلی عجیب و غریبیه که میتونه به روند درمان انجام بده. اینکه با زدن این عینک من یه سگ جلوی خودم می‌بینم و بعد از چندین بار تکرار این ماجرا شاید به راحتی بتونم یک سگ واقعی رو بغل بکنم یا حداقل نزدیک خودم نگرش دارم. پس بخوایم جمع‌بندی بکنیم این دستگاه به روانشناسا میتونه 3 کمک عمده بکنه. اولیش تشخیص احساسات از روی چهره است.
دومیش کمک به تحقیقات، گذاشتن کیس‌ها در حالا مواجه کردن در محیط واقعی و ثبت تجربه های اونها. و سومیش کمک به درمانه که مثال فوبیا ها رو زدیم. من مثال خارجی یا ایرانی از این ویدیو ندیدم و این ویدیو رو خودم از صفر از روی مقاله ساختم. اسم کامل مقاله‌اش رو توی دیسکریپشن ذکر کردم. اگرم خوشتون اومد ساب و لایک فراموش نشه. به امید دیدار. تصاویر واقع‌گرایانه و دوم کمکی که این تصاویر